در عصر حاضر درک ناشده ترین کلمه در جهان جهاد است. این را فقط غیر مسلمانان درک نکرده است. این کلمه توسط مسلمانان نیز درک نشده. رسانه درباره جهاد قسم تبلیغ نموده که حتی مسلمانان، یعنی به علاوه غیر مسلمانان، اکثریت مسلمانان فکر میکنن هر مسلمان به هر دلیل که جنگ کنه، با آن که مشکل شخصی هم باشه، به خاطر ثروت، به خاطر پول، به خاطر شهرت، به خاطر زمین، هر قسم جنگ که توسط هر مسلمان صورت بگیره جهاد گفته میشه. جهاد به معنای هر نوع جنگ توسط مسلمان نیست، مخصوصا اگر به خاطر مشکل شخصی باشه، به خاطر ثروت، به خاطر پول یا به خاطر شهرت باشه. جهاد از کلمه عربی جهد گرفته شده که به معنای کوشش و تلاش می باشد. پس جهاد در عربی به معنای کوشش و تلاش می باشد. به روایت اسلامی به معنای کوشش و تلاش کردن در برابر بدیهای خود ما می باشد. جهاد به معنای کوشش و تلاش به خاطر بهتر ساختن جامعه است. جهاد به معنای کوشش و تلاش به خاطر حفاظت خود می باشد. همچنان جهاد به معنای کوشش و تلاش در مقابل دشمن در جنگ است. اما جهاد اساساً به معنای کوشش و تلاش می باشد. اگر شاگرد کوشش و تلاش کند تا در امتحان کامیاب شود، پس در عربی میگن که او جهاد میکنه. ما بسیار راه طولانی را از هندوستان، یعنی هزاران مایل را به خاطر رساندن پیام اسلام در اینجا آمدم. من جهاد میکنم. من کوشش و تلاش میکنم. آیا من کسی را میکشم؟ آیا خشونت توصیه میتم؟ من صلح توصیه میتم. این کار ما جهاد است. براستی مفهوم جهاد برپا کردن صلح میباشد. این یعنی کوشش و تلاش کنید. و اکثریت انسان ها تصور میکنند که جهاد فقط توسط مسلمان ها صورت گرفته میتونه. در حقیقت 2 آیه در قرآن است که میگه حتی غیر مسلمان ها جهاد میکنن. قرآن در سوره لقمان چپتر 31 آیه 14 میگه و انسان را به اطاعت پدر و مادر سفارش کرده. مادرش او را در سستی و ناتوانی به سستی و ناتوانی دیگر برداشت. آیه بعدی سوره لقمان چپتر 31 آیه 15 و اگر والدین تو را به این وادارند که به من شرک بیاوری، چیزی که خود آن را نمیدانی، از ایشان پیروی مکن. فالشان را وادار کنند به جای الله کس دیگری را پرستش کنند و شرک بورزند. همین سخن در سوره عنکبوت تکرار میکنه چپتر 29 آیه 8 و انسان را به نیکی به پدر و مادرش سفارش کرده. اگر سعی کنند که چیزی را با من شریک بسازی که با آن علم نداری، پس ایشان را اطاعت مکن. در اینجا قرآن درباره والدین غیر مسلمان سخن میگه که جهاد میکنن، کوشش و تلاش میکنن تا اطفالشان را وادار کنن به جای الله کس دیگری را پرستش کنن و شرک بورزن. پس قرآن در اینجا میگه که والدین غیر مسلمان اطفالشان را مجبور میکنن تا شرک بورزن. با آنها گوش نکنن و با ایشان خوب باشن و با وجه پسندیده مصاحبت کنن. این قسم جهاد فی سبیل شیطان میگن. به خاطر که اونا در راه شیطان کوشش میکنن. اما ما مسلمان‌ها چی میکنیم؟ ما جهاد فی سبیل الله میکنیم، در راه خدا کوشش میکنیم. جهاد یعنی کوشش و تلاش. اما والدین های غیر مسلمان‌ها چی میکردن؟ قسمی که از قرآن یادآوری کردم، اونا به خاطر فی سبیل شیطان جهاد میکردن، در راه شیطان کوشش و تلاش میکردن تا اطفالشان نسبت به الله شرک بورزن. اما ما مسلمان‌ها به طور عادی جهاد فی سبیل الله میکنیم، در راه الله سبحانه و تعالی کوشش میکنیم. به طور عموم وقت ما کلمه جهاد را در اسلام استفاده میکنیم، آن به معنای جهاد فی سبیل الله است، کوشش کردن در راه الله سبحانه و تعالی. این کلمه جهاد اکثرا به جنگ مقدس ترجمه میشه. جنگ مقدس در عربی حرب المقدسه نامیده میشه. کلمه حرب المقدسه در هیچ جای قرآن وجود نداره و همچنان در هیچ سخن پیامبر صلی الله بیان نشده. جهاد به معنای جنگ مقدس نمی باشد. جهاد به معنای کوشش و تلاش است. کلمه جنگ مقدس برای اولین بار توسط عیسوی‌ها برای توضیح جنگ صلیبی استفاده شد. وقتی عیسوی‌ها جبران دین را پیاده میکردن، با ظلم 10,000 نفر را مجبور میکردن تا عیسویت را بپذیرند و نام جنگ مقدس یا جنگ صلیبی را ماندن. امروزه همان نام جنگ مقدس برای مسلمان ها به جای جهاد استفاده میشه. چرا؟ عمل غیر انسانی را که عیسوی‌ها قرنها پیش تحت نام جنگ صلیبی برپا کردن، آنها برای مسلمان ها استفاده میکنن که این کاملا اشتباه است.
این استراتژی که یک نام را میگیرند و معنای آن را تغییر میدهند استراتژی سوم است که توسط رسانه‌ها استفاده میشه. ما چطور از پس این استراتژی برایم؟ چطور جواب این را بدهیم؟ قرآن در سوره آل عمران چپتر 3 آیه 64 میگه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. بگوی اهل کتاب بیاین به سخنی که بین ما و شما مشترک است. چه چیزی مشترک است؟ با غیر از خدا چیزی را نمیپرستیم. مردم مختلف بیاین مذاکره کنیم. اگر میخواین سوء تفاهم را از بین ببرن، اگر میخواین که دعوت کنن، اگر میخواین که پیام الله را نشر کنن، بهترین استراتژی، بهترین شیوه به نظر من سخن سوره آل عمران چپتر 3 آیه 64 است که میگه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ای اهل کتاب بیاین به سخنی که بین ما و شما مشترک است. میخوایم به شما یک مثال بدم. من چندین بار به امریکا رفتم. یک بار بعد از 11 سپتامبر در سال 2003 رفتم. من در لس آنجلس رفته بودم. توسط یک نهاد از مسلمانان دعوت شده بودم تا یک جایزه را برام بدن. یک تشکیلات مسلمانان دعوت کرده بودند. وقتی که در میدان هوایی لس آنجلس در آمریکا پیاده شدم، من کاملا آمادگی گرفته بودم. کت، پتلون، کراوات پوشیده بودم، اما کوفیه، کلاه، ریش بسیار هدف خوب بود. کلاه پوشیده بودم. ریش به خاطر که از احکامات پیامبر صلی الله می باشد و پوشیدن کلاه نیز یک سنت است، اما در عین زمان پوشیدن کراوات، کت و پتلون نیز حرام نیست. یک هدف کاملا واضح بودم. اما ما آماده بودم. یک دعوت کننده باید در همه حال آماده باشه. وقتی وارد شدم، وقتی من در میدان هوایی لس آنجلس پیاده شدم، مسئول امنیتی و کلاه و ریش و برو به خاطر تحقیق. در آنجا از من سوال کردند وظیفه شما چیست؟ گفتم وظیفه من گفتن حقیقت است. من یک دعوت کننده هستم. حضرت عیسی علیه السلام میگه در جستجوی حقیقت باشین تا به حقیقت دست یابین. انجیل جان چپتر 8 آیه 32. پس من یک دعوت کننده هستم. تو کی هستی؟ چه قسم مسلمان هستی؟ من گفتم من مسلمان هستم. نه خیر، از کدام مثل مسلمان ها؟ چه قسم مسلمان هستی؟ آیا شما وهابی هم هستین؟ گفتم بله من وهابی هستم. من عبدالوهاب هستم. الله سبحانه و تعالی خود را وهاب بخشنده میگویند. من عبدالوهاب هستم. من بنده خدای الله سبحانه و تعالی هستم. مطابق این سخن من وهابی هستم، اما در اصل من یک مسلمان هستم. پس چه قسم مسلمان هستی؟ مسلمان شیعه هستی یا مسلمان سنی؟ گفتم در اسلام فرقه وجود نداره. من گفتم من مسلمان هستم.